آهنگ جدید عاشقانه آلی انصاری و حسام فرزان بعد از ازدواجشان. برنامه جدید و باور نکردنی آلی انصاری با حسام فرزان. آلی انصاری با حسام فرزان در کدام کشور ازدواج کرد؟ حقایق و ناگفته های تازه زندگی آلی انصاری و حسام فرزان فاش شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و جالب کانال دنیا اینفو. من مفرید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب و فشار بدید تا بیننده ویدیوهای جدید کانال دنیا اینفو باشید. آلی انصاری، هنرمند خوش صدا که با حسام فرزان یکی از هنرمندان جوان در هنر موسیقی افغانستان و کارهای هنریشان پرداخت. آلی انصاری عاشقانه میخواند و عاشقانه آهنگهایش در دلهای مردم افغانستان چنگ میزند. آلی انصاری هرچند ازدواج اول داشته بود و به همین دلیل وی کاملا از راه هنر موسیقی بدور بود. آلی انصاری بعد از آن که از همسر اولش جدا شد و کارهای هنریش پرداخت و با سرودن آهنگهای دوگانه با حسام فرزان و بلال اکبری در میان مردم افغانستان چهره و نامش گل کرد. اکنون آلی انصاری طرفداران و رقیبان هنری فراوانی دارد. آلی انصاری جدیداً برنامه دیگری با حسام فرزان در روزهای عید قربان نشر خواهد کرد. بگوهای فراوانی وجود داشت که آلی انصاری با حسام فرزان ازدواج کرده است، اما اینها تمامش دروغ بوده است. دوستی آلی انصاری با حسام فرزان فقط در سطح دوست و همکار هنری می باشد، ولی ما آرزوی موفقیت، خوشحالی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه های هنری از این هنرمندان خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آلی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر، تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.